خدایان و الهه‌های مصر باستان. مصر یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین پانتئون‌ها یا زیارتگاه‌های خدایان تمدن در جهان باستان را داشت. در طول تاریخ مصر صدها خدا و الهه پرستش می‌شدند. بیشتر آنها یک ارتباط اصلی مثلا با خورشید یا عالم اموات و غیره داشتند، اما این عوامل می‌توانستند در طول زمان تغییر کنند. به همین دلیل برخی از خدایان اهمیت بیشتری پیدا کردند. در این ویدیو قصد داریم به چند مورد از مهمترین خدایان مصر باستان اشاره کنیم. آنوبیس. آنوبیس خدای مرگ و مردگان و تدفین در مصر باستان بود. آنوبیس با بدن انسان و سر سیاه رنگ شغال که نماد مرگ و همچنین گوشهای بلند و کشیده به عنوان نماد غرور به تصویر کشیده میشد. از آنجا که شغالها اغلب برای پیدا کردن غذا اطراف قبرستانها پرسه می‌زدند، این اعتقاد در مصریان باستان به وجود آمد که آنها مراقب مردگان هستند. آنوبیس یکی از خدایان بسیار کهن است و در قدیمی ترین تومارها از او نام برده شده است. طبق افسانه ها او کسی بود که شیوه مومیایی کردن اجساد را ابداع کرد. اوزیریس. اوزیریس ایزد جهان زیرزمینی و زندگی پس از مرگ در اساطیر مصر باستان بود. او فرزند گب خدای زمین و نات خدای آسمان بود. او با خواهرش ایزیس یا ایسیس ازدواج کرد و صاحب هوروس شد. اوزیریس احتمالاً محبوب ترین و ماندگارترین خدای مصر بود. مردم مصر به مدت هزاران سال او را می پرستیدند. ایزیس یا ایسیس الهه طبیعت، ازدواج و یکی از محبوب ترین الهه های مصر باستان به شمار می رود. او خواهر و همسر اوزیریس بود و از او صاحب فرزندی به نام هوروس گشت. ایزیس خدای مهر و مادری بود که به همه عشق می ورزید. گفته می شود که او بیماران را شفا می داد و از کودکان محافظت می کرد. باستت یا باست در اساطیر مصر باستان به عنوان یکی از ایزدبانوانی که به شکل شیر ماده‌ای بود دیده می‌شد. نام اصلی این خدا در مصر باستان باست بوده است. الهه گربه باستت در اولین تصاویر و شکل‌های خود به عنوان زنی با سر شیر یا گربه وحشی نشان داده می‌شد. او در هزاره اول قبل از میلاد شکل گربه خانگی را به خود گرفت. در دوره‌های بعدی او اغلب به شکل یک گربه نشسته با ظاهری سلطنتی نشان داده میشد که گاهی حلقه‌هایی به گوش یا بینیش میزد. ست خدای صحراها و طوفان در اساطیر مصر و یکی از خدایان کهن مصر باستان است. او همچنین فرمانروای مصر اولیا و ایزد جنگ، خشونت و هرج و مرج است. او پسر گب و نات، برادر اوزیریس، ایزیس و نفتیس به شمار می رود. ست در آغاز پادشاهی مصر و در دوره‌های نخستین فراعنه مصر جایگاهی والا داشته است که همراه با برادرش هوروس دو خدای اصلی مصر اولیا و مصر سفلا بودند. ست در اساطیر مصر باستان با داشتن دم خمیده، گوش مربعی شکل و بدنی همچون شغال در معابد به تصویر کشیده می شده است. عصای سلطنتی فرعون که نشان دهنده حاکمیت او بر دو سرزمین مصر بود هم به شکل سر ست ساخته می شد، چرا که پادشاهی مصر زمانی آغاز شد که ست ایزد ارشد خدایان بود. پتا در اسطوره‌شناسی مصر باستان به عنوان خالق شهر منفیس یاد شده است. الهه صنعتگران و معماران بوده، همچنین همسر سخمت و پدر نفرتوم است. او همچنین به عنوان پدر ایمهوتپ فرزانه مورد احترام است. به عقیده برخی از محققان کهن‌ترین فلسفه جهان مربوط به پتاه و هوتپ می باشد. پاپیروس های به دست آمده نشان می دهد 2880 سال قبل از میلاد این دو برای فرزند خود احکامی فلسفی و روانشناسی نوشتند. تهوت یا توث یا فاروق از نخستین ایزدان مصر باستان به شمار می رود و در نگاره های مصری به شکل مردی با سر لکلک به تصویر کشیده شده است. تهوت در سراسر مصر
به عنوان ایزد ماه، دانش، جادوگری، ادبیات، خرد و اختراعات، سخنگوی ایزدان و نگاهبان آثار ایشان شناخته شده بود و به عقیده برخی هرم بزرگ جیزه مصر توسط تهوت ساخته شده است. او همچنین مخترع تصویرنگاری هیروگلیف نیز بود و خداوندگار کلام مقدس نام گرفته است. رع یا را خدای آفتاب یا خدای خورشید در مصر باستان است. او همواره یکی از شناخته شده ترین نمادهای مصر باستان بوده و کلید زندگی یا انخ در دستان اوست. رع چنان برای مصریان مهم بود که فرعونها خود را پسران رع می نامیدند و بخش عمده‌ای از ثروت پادشاهی را صرف ساخت معابد و اهرام و ایلیسک یا هرمسنگ به افتخار او می کردند. تا دوره سلسله پنجم مصر در قرن 25 و 24 قبل از میلاد، رع به یکی از خدایان بزرگ مصر باستان تبدیل شد. او خدای خورشید، خدای شاهان و خدای آسمان به حساب می آمد. رع به شکل شاهین به تصویر کشیده می شد. در دوره پادشاهی نوین مصر و در زمان برآمدن خدای آمون، این خدا با رع ترکیب شده و خدای آمون را پدید آوردند. رع در اشکال متفاوتی به تصویر کشیده می شد. متداول ترین تصویر وی مردی با سر شاهین با یک دیسک خورشید روی سر بود که ماری دور دیسک خورشید پیچیده بود. سخمت ایزدبانویی در دین مصر باستان بود به صورت زنی با سر شیر و نماد خورشید که در پشت آن به تصویر کشیده می شد و از دهان سخمت بادهای صحرا بیرون می آمدند. سخمت همسر پتاه و مادر نفرتوم است. هوروس عنوانی است که در اساطیر مصر باستان برای خدایان متعددی به کار برده می شود که مهمترین آنها هوروس فرزند ایزیس و اوزیریس است. هوروس پس از جنگ با عموی حسودش ست پادشاه مصر شد، اما چشمانش را در این نبرد از دست داد. بدین ترتیب چشم هوروس به عنوان طلسمی در مقابل شیاطین و خطرات به یکی از مهمترین نمادهای مصر باستان تبدیل شد. همچنین شاهین هوروس از نگاره‌های بسیار مشهور مصر باستان است. هاثور یا هتور یکی از مهمترین ایزدبانوان مصر باستان است که خدای عشق، زیبایی، موسیقی و لذت نام برده می شود. هاثور همچنین به شکل فردی تصویر شده است که به مردگان برای حیات جدید در دنیای دیگر خوش آمد میگوید. او همچنین ایزدبانوی عشق، زیبایی و تبرک بخشنده آوازخوانان، رقصندگان و هنرمندان بود. او به زنان کمک میکرد تا بچه‌های خود را به دنیا بیاورند. آمون خدای هوا بود و این نام احتمالاً به معنای پنهان است. او معمولاً به صورت مردی با تاجی با 2 ستون عمودی نشان داده میشد. نمادهای حیوانی او قوچ و قاز بود. خدای آمون قبل از اینکه در دوره پادشاهی جدید اهمیت ملی پیدا کند، به صورت محلی در شهر جنوبی تبس پرستش میشد. پس از اینکه حاکمان تبس علیه سلسله‌ای از فرمانروایان خارجی معروف به هیکسوس شورش کردند و حکومت بومی مصر را در سراسر مصر برقرار کردند، آمون اعتبار بیشتری به خاطر این پیروزی کسب کرد. در همین دوره او با رع خدای آسمان ادغام شده و تبدیل به قدرتمندترین خدای مصر شد. دوستان و همراهان عزیز، اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید لایک کنید و اگر نظری دارید در قسمت کامنت ها بنویسید. سعی میکنم به کامنت ها جواب بدم. و در آخر ممنونم از همراهیتون. شاد باشید.